روزی همسایه‌ام با هیجان همراه هم خورد و درخواست کرد که برای او قصه نقل کنم که نشان دهنده اخلاق اسلامی باشد، قصه‌ای که مرا وادار کند تا اسلام را قدردانی کنم. سوال برایم عادی نبود، اما به یادم قصه مشهور امام مسجد آمد که چند سال پیش او به لندن آمده بود. امام مسجد هر روز از اتوبوس استفاده می‌برد تا به مسجد برسد. روزی از روزها هنگامی که راننده مبلغ بقیه راهگیرا را به امام زیاد باز می‌گرداند، امام آنقدر توجه نمی‌دهد، اما هنگامی که به ایستگاه نزد مسجد می‌رسد تصمیم می‌گیرد تا آن مقدار زیادتی که راننده به او داده است بازگرداند. هنگامی که امام این کار را انجام می‌دهد، راننده تبسم کرده به او می‌گوید: آیا تو امام این مسجد نیستی؟ من تصمیم گرفته بودم تا به نزد تو آمده دین اسلام را بیاموزم، اما پیش از اینکه این کار را انجام دهم خواستم ببینم که تو چی کار خواهی کرد اگر من مبلغ تو را زیادتر بدهم. امام هنگامی که این سخنان را شنید خیلی متاثر شد. بعد از اتوبوس برآمدن به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: خدایا، من قریب بود که اسلام را با 40 سنت می فروختم. همسایه‌ام به من گفت: بیا این حادثه را از این جهت نظر کنیم. اگر بقیه مبلغ زیادتر می بود، امام مسجد حتما آن را به نزد خود نگاه می داشت. من اصرار کردم که این تربیت اخلاق مسلمانان است و او آن را بر می گرداند، حتی اگر 40,000 سوم هم می بود. اما او سرش را جنباند. من فکر نمی کردم که به همسایه هم قصه امام مسجد آنقدر تأثیر کند. گمان داشتم که شاید یک روز پس از یادش برآید. کمی بعدتر فهمیدم که آن طفلی که راننده امام مسجد را سنجیده بود، همسایه هم نیز مرا با یک خلطه از پول میخواست بسنجد. من حتی پی نبرده بودم که او مرا نظاره کرده ایستاده است. آن چیزی که عقلم و دینم مرا امر کرد به آن عمل کردم و میدانستم که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای من می بود، او نیز مثل من رفتار میکرد. من باید راه برگرداندن پول را به صاحبش میافتم، اما با وجود کوشش هایم صاحب پول ها را پیدا نکردم. همسایه‌ام به من گفت: مسلمان ها به وسوسه داده نمی شوند ها؟ من می دانستم که تو پول ها را استفاده می بری. در آخر من به او حادثه را فهماندم. گفتم که من کاغذ خیریه که در عوض خیر کردن این پول ها به من داده بودند به او نشان دادم. به او را خبر دادم که ماشینی که من میراندم از آن عمکم بود. به سبب آنکه ماشین خودم ویران بود، من ماشین عمکم را موقتا استفاده می‌بردم. پس از آن به او گفتم: اگر اندازه کارهایت را تا حال نسپرده باشی، می توانیم کاغذ خیریه را استفاده کنیم. تصور کنید که همسایه بدرفتاری داشته باشید که با تمام سخنان بد شما را آزرده سازد، اما با وجود همه این ناحقی ها وقتی که او به جای سفر می کند یا به مشکلی گرفتار می شود رو به سوی تو می آورد. آن محمد صلی الله علیه و سلم بود. وقتی که ما به خانه برگشتیم آن روز، همسایه هم به من منتداری بیان کرد و گفت که من فکری او را درباره اسلام و پیامبر اسلام به کلی تغییر دادم و من به او گفتم که پیامبرم به ما آموزانده است. باوری که آدمان به شما دارند احترام کنید و خیانت نکنید آن کسی را که به شما خیانت میکند. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من امیدوارم که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این رفتار من سرفراز باشد. رسول خدا، ما شاهدی می‌دهیم که تو امانت را انجام دادی با رسانیدن پیام خدا را به ما و دعا می‌کنیم که ما نیز توانیم بدون خیانت آن پیام خدا را به دیگران رسانیم.